سلام بچه. امروز واسه دستکشی میخواستم واسه صحبت کنم راجع به دستکشی حرفه‌ای. از سوال کرده بودید واسه همین. از اول که بخواید شروع کنید از صفر تا صدش رو بهتون میگم. دیگه شما هر جاش خواستید همونجا استفاده کنید. اول کار میایم از توی سر کله شروع میکنیم. سر کله زیر چیز، زیر نوک یه دستون تمیز برمیدیم، یه مقدار آب صورت. یه نمیخوام زیاد صحبت کنم، فقط خودتون کاراشو بگید. آقا خوبی اینجا کل صورت رو با دستمال آب قشنگ تمام مناطق، معمولا اینجاها قارچ میزنه، برای همین شما سمت قارچش رو قشنگ پاک میکنید کلشو. بعد توی دهنم همینطور، توی دهنم، توی این چاکای دهن، توی این زیر امکان داره باشه یه موقع با دستمال. بعد اگه باز کثیفی، این البته نداره ولی من احوالی که شما بگید کثیفی چیزی داشت، این چک دهنا رو با یه پرد که یه چیز نوکتیز توی اینا رو هم تمیز میکنم. معمولا بعد از خاکبازی این جلوی توک و توی بینی، توی بینی رو ببینید شما از این سمت توی بینی، از این سمت هم توی بینی، این البته تمیز آمدی سویچش همه گونه. این تمیز کردن صورت. حالا با همین دستمالی که شما پیست کردید یه خورده دستمال کوچیک‌تر یا ابرم میشه استفاده کرد. تمام زوایای کله اینو تمام اون قارچشو میگیره. هم رنگولوش سرخ میشه، همین که موقع دستکشی خودش خون میاد زیر پوستش. این باعث میشه که خون زیر پوست میاد. بعد تو قسمت سری که شروع کردی دیگه با همین دستمال یه ذره رطوبت دارید، نمیخواد زیاد رطوبت بدید. شروع میکنی اول تمام بدنشو با این دستمال، هم پراش برقرار میشه، هم پوست پراش گرفته میشه. غرزی سلول مرده چیزی که پوستش میشه برمیده. این فوراً تمام پرا رو میچشید تا میاد روی پا. روی پا هم به همین صورت، روی پنجه ها، روی قدم ها، روی رون، روی سینه. این شد با دستم. خب حالا میریم سراغ گرم کردنش. گرم کردنش شما میتونید از پوست صورت شروع کنید. من برای اینکه سکوت باشه پوست وایسه راحت شروع میکنید. از پوست از روی این قسمت صورت شروع میکنید. یا بعضی ها تاجی میگیرن زیر گلو میدن به این صورت نرمشی دارش. دستت هم آب بزنی درد نیست. این آروم بعد میای سراغ مساژ صورت، زیر گوش، تا داریم این کارش هم انجام میدم یه چیزایی هم باید بهتون بگم. درد دله تو پیج که میاین یه سلام نزنین بعد منتظر باشین جواب بشنوین، بعد دوباره بگی خب خوبی، دوباره یه رو بعد حالتون چطوره، بعد بچه‌ها حالا فلان. هر سوالی دارین بپرسین، تعداد زیاده. اگه طرف بخواد یکی یکی بیاد جواب همه اینا رو بده وقت زیادی میبره، جوابم نمیگیری. اونا هم که سوال کلی دارن
به کاری نمیرسه. بعد سوالایی هم بکنین که به دردتون بخوره. مثلا نمیدونم خروس من امروز چی خورده، حالش خرابه، اینا نه. سوالایی که مثلا مشکل جایی رفتین جواب نگرفتین، این نوع سوالا. نه سوالای متفرقه، سوالای خوبو بکنین، سوالایی که به دردتون بخوره. این کار باعث میشه خون میاد تو سر کله. بعد حالا نرمش‌های که میگن دستسازی، بعضی دستسازی رو میبینن که خروس رو نابود میکنن با دست. اینقدر فشارهای مختلف روش میاد. ببین نرمش‌ها رو من یه سری دیگه هم گفتم، یه سری هم آرومتر میگم که همتون بشنوید. از گردن شروع میکنید. نرمش‌های گردن شما میتونید چند مدل اجرا کنید. همین خوبه. همین ببین واسه کف زدنش از اون بهش این کار تمرین کنید که یاد بگیرید. با یه برداشتن یه تکون به عقب یه ذره سخته، فکر نکنید باید یاد بگیرید. اصطلاح ترکیش میشه پتک. این واسه کف اون جایی که داره میزنه ادامه بدید و قشنگ کتفش پای بیفته. خوب کیک زدی، کتفا رو نرم به طرفه. این دستسازی نشده، این روز اولش اگرچه داره میاد بیرون، اون دستسازی بشه محکم بایسته. برای کتف نبود، گردن کتفشون. گردن شما ببینید اینجا یه قوس، یه قوس داره، اینجا یه قوس. معمولا قوس زیرو با دست میگیری، قوس زیرو. دو تا دستا رو بالای نوک و پشت گردن قرار بدی. این قوس زیرم گرفتی شما، این زیرو اینجا رو. با اینجا فشار میدی به سمت جلو. هر کدوم این حرکت ها 3 تا 10 تا 3 تا 15 تا صرف بده انجام میدی. این برای قوس گردن. متوجه؟ خب حالا بعد از این حرکت هایی به پهلو رو انجام میدی. به پهلو هم همینه. این سمت، این سمت، از این سمت، این سمت. مثل درنده. این کلا به پهلو. بازم اگه این قوس زیر رو بگیری فشار بیشتری بهش میاد. این حرکت های پهلو. بعد حرکت های دورانیش رو انجام میدی. دستتون میذاری اینجا میچرخی. این حرکت دورانی از خارج شده. حالا برعکس از داخل بخوره. این تو حرکت هایی که تو یوغ میره، تو شگرد میره، این ساختمان گردن خیلی بهترش میاد. همه اینا ست داره. ست 10 دقیقه 10 دقیقه. میگم 10 دقیقه. ست 10 تایی. مثلا 10 تا از این و 10 تا از این و 10 تا دوباره از این و 10 تا بالا پایین، 10 تا طرفه، 10 تا زیر و رو. بازم حرکت گردن داریم ولی خب تایم همون زیاده. چند دقیقه ایه آموزی تایمش؟ 8 دقیقه شده. 8 دقیقه شده. میخوای 2 تا کیلو پوش کنیم 10 دقیقهش که الان توقفه. این حرکت های گردن بود با یه اندازه. حرکت های گردنی که اندازه انجام دادی می‌ذاری مثلا به حالت خودش، حالت طبیعی. بعد که وایساد میای سراغ حرکت‌های به اصطلاح نرمش‌های بدن. نرمش‌های بدنشو بعضی خروس‌ها مثل این بد دسته. خروس اگه بد دست بود اینو بهتون میگم. خروس اگه بد دست بود 2 تا کتفاشو از اینجا و اینجا اینو بگیرید. 2 تا کتفاشو از این ور و از این ور. ببین این دستتو میبری زیر، این 2 تا کتفو جمع می‌کنی پشت. این 2 تا کتفی که جمع می‌کنی خروس دیگه اینجا تصویر میشه وای میسه. می‌بینی؟ پریده سوال همین می‌کنه. تصویر میشه وای میسه. اون موقع شما میتونید دست بکشید. دستتو به هر سمتی که بخوای بکشید. این کتفش هم خودش ساخته هم میشه تو این. این واسه خروسای بد دستی. بعضی خروسا بد دست هستن وای میسن. خروس که وایسه مشکل نداره. الان یه خیلی هست. وایسه احتیاجی گرفتن کتف نداره. گرفتن کتف از این ور از اون ور. 2 تا دست از این، 2 تا دست از این. آمد که از این برو بیاد.
این دستی که میبریم این دستی که من همیشه دوست دارم. استاد این 10 دقیقه شد.